خب الان داریم فیلم میگیریم از بازیکن‌های تیم اولوفوس خودمون که دارن گوه میزنن. بچه های پناهنده های خودمون، بچه های داکسرودن. این میلاده، بهترین بازیکنمون، لباس زرد پوشیده، آقای میلاد. خب یه توپ، اونم آقای محمد کردستانی. چقدر جالب گل خورد این محمد. محمد خجالت بکش برای گل خوردنت. مگه بچه‌ای تو؟ وای 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 چه افتضاحی کرده من. اینم آقای ایف، کارش حرف نداره. ایف از اون بچهای زرنگ فوتبالیست تیز خودمونن. I'm sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. اینم آقای میر کله خراب. آقا شب میذارم تو فیسبوک، همه تون نگاه کنین. والا آره داکسروده، پناهنده های خودمونن، بچه های پناهندن. اینا بچه های پناهنده های داکسرودن. آقای میر سویقامه داری؟ اینم آقای جو. خیلی خوب بازی میکنن، سیاه ها خوب بازی میکنن، میلاد خیلی خوب بازی میکنن. اوکی اینم میلاد خودمونه که بازی کنه، خیلی توپیه. یا ولدی برا توزن تک. آقا گل نخوری حالا. ها اینم آقای بشیر خودمون، یکی از بازیکن‌های خوب ما. گل 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 گل. خوب بود. آقا چی گل زنیم آقا؟ تو افغانستان همچی گلی نمیزنن حالا. اتفاقا برعکسش از این گل قشنگ‌تر زنیم بابا. اینم آقای حامد که شب عکسش میذاریم تو فیسبوک، نگاه بکنه. گل میخوره حسابی. اینم آقای چیزه محمد. گلایی بود که افغانستان ایران گل میزد، این از این گلا بود. واقعا راست میگه. من امروز فقط فیلم برداری میکنم از اینا، خودم بازی نمیکنم. اینم آقای رضا خودمون. بیا جلو رضا، بیا جلو تا تو هم بگیریم. اینم رضای خودمون. رضا بازیش حرف نداره، فقط یکم نفت داره بازیش. خب اینم مهران میره یه پاس میده به کوروش. خیلی خوب. بعضی بچه همون واقعا بازی هاشون خوبه. بازی اوف یه توپ اومد نزدیک بود بخوره به من. نزدیک بود آقای بشیر، نزدیک بود یه گل بزنه. ما که گل میزنیم گل نمیشه، برعکسش. برا میرن چنده؟ دروازه ها نوای ما رو داره. محمد تو سیگار میکشی یا بازی میکنی؟ نگاه کنین دروازه‌بان ما رو نگاه کنین، تو رو خدا داره سیگار میکشه بازی هم میکنه. دارم میام جلو ازش یه فیلمی بگیرم تا ببینین، شب میذارم تو فیسبوک. آقای محمد بچه کردستان عراق، شیر میدون، نگاه کنین داره سیگار میکشه تو دروازه همیشه.
خب توپ تو پای میلاده. بتقام شو حد هاكي بعديني بتقام شو بعديني اینم جمعه بچه کردستان عراق. آقای جمعه جانی باشی جمعه باشم گورا گور ایف بازیش خیلی خوبه. این سیاهه لباس نارنجی پوشیده خیلی فرزه، خیلی تیزه تو حرکت کردن و تو دریپ حرف نداره. اوف آقا نظرتون راجع به این بازی چیه آقای جمعه؟ نشیستن جمعه؟ جمعه ترکیش هم خوبه. اینم رفیق ما. How are you? Fine. and you Fine, thanks. مهران آفرین. اینم آقای میر، آقای میر خودمونه، بچه افغانستان، پارتیزان هم هست. میر چی میگه؟ میر فرار میکنه تو دوربین نگیریمش. آمد فایده نداره تا پاس نشه اینجا. میلاد کنگ فو کاره، البته میاد فوتبال هم بازی میکنه. مقام دوم نروژه آقای میلاد. میلاد یه نگاهی بکن به دوربین. مقام دوم کنگ فو گرفته تو نروژ. پسر خیلی ناز و خیلی با تربیتی. اینم آقای محمد، ماشاءالله دروازه‌بانیش حرف نداره، فقط گل میخوره، سیگار میکشه فقط گل میخوره. غذا صبح نخوردم. بیا گو کجا میری؟ هری اپ. نزدیک بودم میلاد. گل خوب بود ولی گل نشد. آقا بشیر نظرتون نسبت به این بازی چیه؟ امروز بازی امروز یه سرگرمی برای مهاجرینه که در این کشور زندگی میکنن، همین. خیلی بد نیست. خیلی خوبه. آقا بس مثل بچه در کنار دوستانان عرب و افغان و ایران و همه قاطی شدن. مثل برادر من بازی میکنن. خوش باشید. ایوالله خیلی خوبه. دمت گرم. بچه ها از همه گروه، از همه کشورها هستن. اتیوپی، نیجریه، افغانستان، کردستان عراق. آسیا کلگی دشمنن، الان کلگی برادر. ببینید چی میگه؟ میگه آسیایی ها همشون با هم دیگه دشمنن، الان تو این بازی همشون با هم دیگه دوستن. به ترکی گفت. این بچه ها سیاه‌پوستا اکثرا بازیاشون خوبن، اکثرا بازی کنن. ایف کوروش خوبه کروش برو. بیا. خوب رضا. اینم ایفه، تو از دوستای خوب ماست. کورنر شده؟ میخوان کورنر بزنم. چیکار کنم خواهد؟ کوروش کن. بازی کن دیگه. بزن برو. کوروش.
دیگه کورنر آقا. کورنر همتون اومدی جلو من واسه نگی بزن توپو. چی دیگه کورنر از؟ آقای حامد بله جونم. دروازه‌بان این بره. من به اندازه گل کورنر ما حساب حامد وزنه برداره. بله ولی فوتبال هم بازی میکنه. به داکسرود. وزنه بردار تیم داکسروده. ولی خب فوتبال هم بازی میکنه با بچه‌ها. بچه‌ها اکثرا اینجا ورزشکارن، اکثرا. همش ورزشکاره. اکثرا بچه‌ها ورزشکارن. معتادم داریم. هیچی نگو با گندش در نیار. فیلم میخوایم بذاریم تو فیسبوک. خیلی خوبه. یه چند تا بچه‌ها واقعا اینجا بازی‌هاشون خیلی خوبه. یکی ایفه که داره میاد توپ پاشه. آفرین ایف. No problem, baba. خودم هم بکنم. برو میده. بگی. البته گل بزرگ بچه‌ها بازی نمی‌کنن چون امروز تمرین گل بزرگ هستش. اونور اگه توجه کنین اونور گلا بزرگ گذاشتن، اونور گلای بزرگ هست. اون طرف اونها گلای بزرگ هست ولی بچه‌ها گل کوچیک بازی میکنن. امروز تمرینیه برای آمادگی بدن و اینا دارن بازی میکنن. توپ رفته تو اوت، یه نفر رفته بیاره توپو. اوکی. یه نفر از بچه ها افتاد. یارید بچه اتیوپیه، بازیش خوبه. اینم یارید، بازیش خوبه یارید. الان متوجه شد دارم ازش فیلم میگیرم. بازیش خیلی خوبه. توپ اومد تو پاش. تو تیم اصلی اولفوس بازی میکنه. بعضی از بچه ها واقعا اینجا بازیشون خوبه، ناگفته ناماند. امروز تمرینه. من اومدم جلو پاس. یار خیر فایده نداره بکشم. بیار بکش عقب، فایده نداره. آقای میر، اینم واقعا آقای میر خودمونه. اینجا گرفتیمش تو دوربین، همش از دوربین فراریه. Hey, Yare. Ronaldo, he said, I want to go outside from the team. I don't want any money. Really? Yeah. You want to go talk to Ronaldo? No, I'm my game. Ah. Hey. What is this? Nobody knows.